به نظرت کسی هست که دوست نداشته باشه با تلاش به موفقیت برسه یا اینکه دوست نداشته باشه زندگی ایدئال و مورد علاقه‌شو بسازه؟ هممون نیاز داریم به خواسته هامون برسیم، اما عده‌ای برای رسیدن به خواسته هاشون اقدامی انجام نمیدن. شروع انجام کارا واسهشون سخته. نمیتونن زمان و شرایط مورد نیاز برای رسیدن به خواسته هاشون رو مهیا کنن. یا پشت گوش انداختن کارها تبدیل به یه عادت منفی شده. خیلیامون به دلایلی مثل ترس از شکست، کمبود انگیزه، پیچیدگی کارها، نداشتن مدیریت زمان دچار اهمال کاری میشیم و نتیجه اون نرسیدن به علایق و اهدافمونه. اینجاست که قانون 15 دقیقه به دادمون میرسه. سلام، امیدوارم عالی باشید. این قانون بیشترین تغییر رو تو زندگی من ایجاد کرده. پس تو هم برای اقدام به کارهای مهم و تاثیر اون تو زندگی تا آخر ویدیو با من باش. یاد میگیری که چجوری از تعلل دست برداری و کنترل زندگی تو به دست بگیری. میخوام یه نگاهی به کتاب قانون 15 دقیقه چگونه از به تعویق انداختن دست برداریم و کنترل زندگیمون رو به دست بگیریم نوشته کارولین بوچانان بندازیم. نویسنده توی زندگی شخصیش این قانون رو اولین بار برای انجام دادن اظهارنامه مالیاتیش استفاده کرده. اون از کارهای کامپیوتری و کاغذبازی خوشش نمی اومد، بنابراین دچار اهمال کاری شده بود و هر کاری رو انجام میداد تا بهانه‌ای باشه برای وقت نداشتن و به تعویق انداختن این کار. اما یه روز تصمیم گرفت 15 دقیقه وقت رو به انجام این کار اختصاص بده. نویسنده میگه احساس من فوق‌العاده بود. حس خوب من با کاری که انجام داده بودم متناسب نبود و خیلی بیشتر بود و علت این حس این بود که بالاخره شروع کرده بودم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم از پر کردن اظهارنامه مالیاتی تا این حد خوشحال بشم و لذت ببرم. بنابراین تایمر رو برای 15 دقیقه بعد تنظیم کردم و ادامه دادم. وقتی متوجه شدم این تکنیک واقعا کار میکنه، برای بقیه کارهام هم از اون استفاده کردم. عادت‌ها و رفتارهای روزمره افراد تأثیر بسزایی در تشکیل و تغییر شخصیت افراد و جامعه داره. به عبارت این تکرارها با تغییر نگرش و عادت‌ها باعث تثبیت ارزش‌ها و ایجاد شخصیت فردی و جمعی میشه. توی ژاپن مردم برای پیشرفت به قوانینی پایبندن که یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین اونها قانون 15 دقیقه است. زیبایی قانون 15 دقیقه اینه که اونقدر کوتاهه که هرگز به بهانه کمبود وقت نمیتونید اونو به تأخیر بندازید و واقعیت اینه که وقتی یک کار رو شروع میکنید راحت‌تر میتونید اونو ادامه بدید. ممکنه بپرسید این قانون چجوری کار میکنه؟ این قانون کمکمون میکنه تا غول بزرگی که برای شروع کارها ساختیم و از بین ببریم و با فکر کردن به این که قراره فقط 15 دقیقه کاری رو انجام بدیم بالاخره تلاش و فعالیتمون رو شروع کنیم. گاهی ممکنه ترس بی اساس نسبت به انجام کاری داشته باشیم. با این قانون وقتی کار رو شروع میکنیم ترسمون از بین میره و این عالیه. در واقع بعد از 15 دقیقه اگه تمایلی به انجام دادن کاری نداشتیم اونو متوقف میکنیم، اما معمولا بعد 15 دقیقه افراد متوجه میشن انجام اون کار از تصوراتشون بسیار راحت‌تر و حتی لذت بخش‌تر بوده و اون کار رو ادامه میدن. برای انجام قانون 15 دقیقه باید مراحل زیر رو انجام بدیم. 1. هدف گذاری کنید. تعیین هدف اولین گام برای پیشرفت تو زندگیه. اول مشخص کنید که قصد انجام چه کاری و رسیدن به چه هدفی رو دارید. لیستی از کارهایی که باید انجام بدید تهیه کنید و اونا رو به بازه‌های 15 دقیقه‌ای تقسیم کنید. 2. برای اختصاص دادن وقت برنامه ریزی کنید. 15 دقیقه وقت زیادی نیست که نتونید در لیست برنامه‌های روزانه‌تون جا براش پیدا کنید. قبل از خواب، به محض بیدار شدن، قبل از بیرون رفتن از خونه یا هر زمان دیگه‌ای که برنامه خاصی براش ندارید یا تلفش می‌کنید. 3. شرایط لازم رو آماده کنید. باید شرایط و عوامل مورد نیاز برای انجام کار توی 15 دقیقه رو آماده کنید و حتما از تایمر استفاده کنید. 4. شروع کنید. از اهمال کاری دور باشید و انجام کارتون رو شروع کنید. به خودتون انرژی مثبت بدید. فقط 15 دقیقه باید کار کنید. کار سختی نیست. پیامدهای منفی به سراغتون نمیاد و قراره به خواسته های مهمتون برسید. 5. به خودتون پاداش بدید. با پاداش دادن به خودتون انگیزه لازم برای ادامه دادن به مسیر موفقیت رو کسب میکنید و ترغیب و تشویق میشید. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی همین الان لایک رو بزن تا بهت بگم کجاها میتونیم از این قانون 15 دقیقه استفاده کنیم.
این قانون تقریباً همه جا قابل استفاده است. یه ابزار مناسب برای رسیدن به اهداف بلند مدتی که به ساده ترین و راحت ترین شکل کمکمون میکنه. این روش باعث افزایش بهره‌وری، کاهش استرس و بهبود کیفیت زندگی میشه. 1. ایجاد تغییرات مثبت. ممکنه نیاز به تغییر شغل، تحصیل، رشته ورزشی، هنری داشته باشید، اما تا حالا اقدامی نکرده باشید. این تغییرات یه شبه به دست نمیان. با اقدامات کوچیک و پیوسته شروع کنید. 2. ورزش کردن. همه از فواید ورزش میدونیم، اما بهانه‌هایی مثل دور بودن باشگاه، گرون بودنش، وقت نداشتن باعث میشه ورزش نکنید. با روزی 15 دقیقه بدون امکانات پیاده روی یا حرکت‌های کششی میتونیم شروع کنیم و این عادت رو نهادینه کنیم. 3. لذت بردن از زندگی. با روزی 15 دقیقه فکر کردن به خوبی‌های این دنیا و زندگیمون و چیزهایی که تو زندگیمون داریم میتونیم از زندگی لذت ببریم. با انجام این کار انگیزتون زیاد میشه و با اراده قوی پیش میریم. 4. یادگیری و کسب مهارت جدید و توسعه مهارت‌های فردی. برای یادگیری یه مهارت جدید، زبان جدید یا هر کاری از این قانون استفاده کنید. روند یادگیری رو به بخش‌های کوچیک تقسیم کنید و شروع کنید و اونو به یک عادت تبدیل کنید. 5. برقراری روابط سالم. همه مردم به برقراری روابط اجتماعی، کاری، دوستانه و حتی عاطفی نیاز دارند. قانون 15 دقیقه به همون کمک میکنه با صرف وقت در بازه‌های زمانی 15 دقیقه‌ای برای صحبت کردن و برقراری ارتباط با فرد مورد نظرمون یک رابطه محکم و سالم تشکیل بدیم. اگه به شخص خاصی علاقه‌مند هستید و میخواهید کسی رو بیشتر بشناسید، میتونید روزانه 15 دقیقه باهاش وقت بگذرونید. بعد از 1 سال بیشتر از 90 ساعت باهاش وقت گذرونید. 6. ترک عادت‌های منفی. همونطوری که عادت‌های مثبت برای پیشرفت تو زندگی موثرن، عادت‌های منفی مخرب و بازدارندن. باید در بازه‌های زمانی 15 دقیقه‌ای به پیامدهای منفی کارامون فکر کنیم، کارهای مثبت و جایگزین عادت‌های منفی کنیم. به این ترتیب نه تنها عادت‌های منفی ترک میشن، بلکه عادت‌های مثبت جایگزینشون میشن. 7. جلوگیری از اهمالکاری. نباید به اهمالکاری عادت کنیم، چون هیچ کار مهمی رو به موقع انجام نمیدیم و از رسیدن به موفقیت محروم میشیم. قانون 15 دقیقه از اهمالکاری جلوگیری میکنه. خلاصه این که این کتاب ما رو تشویق میکنه که این تکنیک رو به طور منظم تو زندگیمون به کار ببریم. نویسنده تاکید میکنه که با تمرین و تعهد هر کسی میتونه از شر اهمالکاری خلاص بشه و کنترل بیشتری رو زندگیش داشته باشه. با استفاده از این تکنیک میتونیم به تدریج کارهای بزرگ و پیچیده رو به بخش‌های کوچیک‌تر و قابل مدیریت تقسیم کنیم و با اعتماد به نفس بیشتری به سمت هدف‌هامون حرکت کنیم. اگه روزی 15 دقیقه رو صرف خودسازی بکنیم، پایانه سال تغییر ایجاد شده رو به خوبی احساس میکنیم. اگه روزی 15 دقیقه از کارهای بی اهمیتمون کم بکنیم، ظرف چند سال موفقیت چشمگیری نصیبمون میشه. اگه روزی 15 دقیقه رو به فراگیری زبان اختصاص بدیم، از هفته یه بار کلاس زبان رفتن بهتره. اگه روزی 15 دقیقه پیاده روی تند انجام بدیم، از گاه به گاه ورزشگاه رفتن نتیجه بهتری داره. اگه روزی 15 دقیقه مطالعه بکنیم و سلول‌های خاکستری مغزمون رو درگیر کنیم، به پیشرفت‌های خوبی در یادگیری دست پیدا می‌کنیم. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. حتما کانال رو سابسکرایب کن و منتظر کامنت‌های قشنگت هستم.